دادگاه شهر بختر با قرار خود از 28 مارس سال 2022 موسیزاده شادی عبدالخالق سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را با جرم ویران کردن قانون زبان دولتی به اندازه 3 نشان دهنده برای حسابها 1920 سامانی جریمه بسته است. موسیزاده به آن گناهکار دانسته شد که برخلاف طلبات قانون زبان، مهر و تمغه های به زبان غیر دولتی نوشته شده ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را تا این جانب استفاده کرده، نام ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را به زبان غیر دولتی نوشته در درآمدگاه بنا آویزان نموده است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان، پروکراتور ولایت ختلان حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را در ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان مورد سنجش قرار داد. سنجش نشان داد است که موسیزاده شادی از 7 ینور سال 2018 این جانب رهبری ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را بر عهده داشته، همچون شخص منصبدار وظیفه‌های خود را به طور دخلدار اجرا نکرده، طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را رعایت نکرده است. طبق طلبات ماده های 1 و 3 ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان، متن مهر و تمغه های مقامات های دولتی، تشکیلات های جمعیتی و اینچنین صاحبکاران انفرادی به زبان دولتی نوشته می شود. ولی خبر میدهد داستانی کل این طلبات قانون را موسیزاده رعایت نکرده، مهر و تمغه های به زبان غیر دولتی نوشته شده ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را تا این جانب استفاده کرده است. اینچنین طبق طلبات قسم‌های 1 و 2 ماده های 18 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان، نامگذاری تمام تشکیلات و مؤسسه ها ناوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی و مالکیتشان به زبان دولتی صورت گرفته، همه لوحه‌های آویزه ها در حدود جمهوری تاجیکستان به زبان دولتی نوشته می شوند. ولی گفته می شود در اطلاعیه این طلبات قانون را نیز موسیزاده رعایت نکرده، نام ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان را به زبان غیر دولتی نوشته در درآمدگاه بنا آویزان نموده است. قانون زبان دولتی در تاجیکستان سال 1989 قبول شده، زبان تاجیکی را زبان دولتی و زبان کارگزاری رسمی این جمهوری اعلام کرد. ولی موردهای برای ویران کردن قانون زبان و به جوابگری کشیدن منصبداران در تاجیکستان انگشت شمارند. شادی موسیزاده 3 دکبر سال 1987 در جماعت کیروف نویه وخش به دنیا آمده. سال 1991 دانشکده کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص اگرونوم ختم کرده است. او چند سال رهبر کمیته زمین نویه وخش ولایت ختلان و رئیس نویه وخش بود. اویلدار صاحب 6 فرزند. به فرق از اکثر منصبداران تاجیک که عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی اند، موسیزاده عضو حزب اگراری تاجیکستان است.